برای معلومات خاطررسان میکنیم که مجموعه مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی در 3 مرحله تشکیل و براه مانده شده. در مرحله‌های یکم و دوم آن نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه برای هماهنگی و عملاً سنجیدن وظیفه‌های جنگی با اشاره بانگ خطر برداشته شده از قرارگاه دائمی به محل عملیات انتقال یافتند و طریق نظام مرشی موقع‌های خویش را در میدان‌های شرطی جنگ یا خود موضع منطقه‌های معین شده مدافعی که مشغله‌های حربی سنبله، حامیان و حرب میدان گارنیزون ختلان پیشبینی گردیده بود در وقت و ساعت مقرر گردیده اشغال نمودند. در مشق‌های مشترک وسیع نظامی بیش از 50,000 نفر هیئت شخصی از جمله 40,300 نفر ذخیره‌های سفربری و قوا و واسطه‌های مدافع حدودی 9,000 نفر خدمتچیان حربی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و زیاده از 2,500 نفر نظامیان پایگاه 201 حربی فدراسیون روسیه جلب گردیده بودند. ضمن برگزاری سلسله مجموعه مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی جزء تام‌های طی شده با استفاده اویاسیون جنگی، تکنیک‌های وزنی زیرپوش حربی و دیگر سلاح و مهمات نظامی، منطقه‌های مرزی و مشغله‌های حربی حامیان، سنبله و حرب میدان گردیزان ختلان را به میدان شرطی حرب و ضرب تبدیل داده وابسته به اشغال موقع‌های خود وظیفه و عهده‌داری‌های جنگی را اجرا نمودند. علاوه بر این طبق مطلب مشق‌ها در دامنکوها و منطقه‌های مسئولیتناک سرحدی که احتمالیت تهدید خطر و عبور غیرقانونی مرزهای دولتی وجود داشتند در بلندی‌های مسافه‌شان گوناگون توسط چرخبال‌های حربی و نقلیاتی، دسنت فضای تاکتیکی و دیگر جزء تام‌های تعییناتشان مخصوص تاجیکستان و روسیه طریق جهیدن و با واسطه پاراشوت‌ها فرود آورده شدند. در دایره برگزاری مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی در گارنیزون ختلان ستاد مشترک اداری قشون‌ها تشکیل گردیده بود که به هیئت آن نظامیان نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه، راهبران و نمایندگان ساختارهای قدرتی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و مقامات حفظ حقوق این ولایت شامل گردیده در یک وقت عملیات جزء تام‌های برآزمایش جلب شده را پرره نظارت و وظیفه‌گذاری می‌نمودند. علاوه بر این وابسته به احتمالیت تهدید خطر جنگی در بینای کمیسریت حربی ولایت ختلان و قرارگاه چندی از قسم‌های نظامی قشون‌های خشکیگرد نقطه فرماندهی دائمی و نقطه فرماندهی احتیاطی نیز تشکیل گردیده بود. در مرحله سوم مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی رئیسان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق این منطقه و شهروندانی در قید کمیسریت‌های حربی بوده با آموزش جمع آمد مدافع حدودی و مشغولیت‌های آمادگی سفربری جلب کرده شدند تا در صورت ضروری با استفاده از ذخیره‌های موجوده از جمله تکنیک‌های خواجگی خلق، قوا و واسطه‌های احتیاطی و دیگر لوازماتی که برای برگزاری این چاره‌بینی مهم نظامی ضرورند عملیات دایر کرده توانند. هدف جلب رئیسان شهر و ناحیه‌ها و شهروندان در قید کمیسریت‌های حربی قرار داشته به جمع آمد مدافع حدودی و مشغولیت‌های آمادگی سفربری به آن خاطر است که در صورت هجوم ناگهانی و یا تهدید خطر به دولت تا رسیدن قواهای ستاد منطقه مدافع حدودی باید حمله دشمن را برای وارد گردیدن به داخل کشور برگردانده تواند و برای تقویت بخشیدن نیروهای مسلح از حساب ذخیره‌های سفربری یا خود قواهای احتیاطی وزواد راته‌ها و بتالون‌ها را تشکیل نموده آنها را نیز به هیئت قواهای مسلح مملکت شامل نماید. مجموعه مشق‌های مشترک از جانب ستاد گنرالی قواهای مسلح تشکیل و براه مانده شده. جریان برگزاری تمام عنصرهای نقشه‌ای آن از طرف راهبریت وزارت مدافع نظارت، نتیجه گیری و بهاگذاری کرده میشد. با همین ترتیب مجموعه مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی قشون‌های گارنیزون ختلان روز 23 اپریل سال 2021 در مشق‌های حرب میدان جنبست و نتیجه گیری کرده شد. بهر نظارت از جریان دور نهایی تمرین‌های وسیع نظامی، وزیر مدافع مملکت
فرمانده حوزه مرکزی حربی قوه‌های مسلح فدراسیون روسیه، رئیس ولایت ختلان، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی 25 شهر و ناحیه‌های این منطقه، راهبران ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق و دیگر شخصان رسمی به مشگاه آمدند. از روی موضوع و طبق مطلب مشق‌های مشترک جزء تام‌های تعیین شده قوه‌های مسلح تاجیکستان و روسیه از روی پیشگیری نمودن عبور غیرقانونی مرز، دستگیر و بی‌ضرر گردانیدن افراد سرحد شکن، کارآمار نمودن دشمنان شرطی در شرایط دشت و صحرا، محله‌های اهالی نشین، بنا انشاءات مهم دولتی، موضع‌های استراتژی و راه‌های دشوارگذر کوهستان جمهوری عملیات دایر نموده وظیفه‌های جنگی خویش را با موفقیت اجرا نمودند. عموما جزء تام‌های قوه‌های مسلح تاجیکستان و روسیه با استفاده از تمام نوع تکنیک‌های وزین زیره‌پوش حربی و ارتلری، آویاسیون جنگی، автомашинаҳои махсуси замонавии зиреҳдор, норинҷаки дастӣ ва дигар силоҳу муҳимоти ҳозиразамони мухталифи ҳарбӣ ба сӯи 400 нишона ё худ ҳадафҳои ниҳоӣ ки таҷассумгари душманони шартӣ буданд, оташи шадид равона карданд. ضمن جنبستی دوری نهایی مجموعی مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی، وزیر مدافع مملکت گنرال پالکونیک شیرعلی میرزا وابسته به دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش امامعلی رحمان در سمت‌های سیاست دفاعی مملکت، هدف و ماهیت برگزاری مشق‌های مشترک، ظهور خطرهای جهانی معاصر، بلند برداشتن قدرت مدافعی کشور و آمادگی دائمی جزء تام‌ها برای حفظ همه دستاوردهای استقلال ملی ابراز اندیشه کرده، مهارت و ملکه کسبی اشتراکچیان تمرین‌های وسیع نظامی را بلند ارزیابی نمود. همزمان فرمانده حوزه مرکزی حربی قوه‌های مسلح فدراسیون روسیه گنرال پالکونیک الکساندر لاپین و دیگر شخصان رسمی برآمد نموده هماهنگی دائمی، دوستی و همدیگر فهمی، همکاری‌های متقابلا سودمند نظامی تاجیکستان و روسیه را وابسته به تشکیل و پیوسته به راه ماندن تمرین‌های وسیع نظامی در شرایط زود تغییریابنده جهان معاصر بسیار مهم و سریع ارزیابی نمودند. بعد از سخنرانی و تقدیم تحفه‌های خاطره‌ای به اشتراکچیان فعال این چهاربینی مهم حربی، گذشت نظامی هیئت شخصی دایر شد که آن انجام بخش دور نهایی یا خود جنبستی مجموعی مشق‌های مشترکی عملیاتی استراتژی در گرنیزان ختلان گردید.